بیا بگیر اینو بپوش، مریض میشی. نه نمیخوام. سردت شده، گفتم بگیر بپوش. بیا جلو. زیپشو ببند گرم بشی. بذار کمکت کنم. باید این در رو باز کنیم.
حتما تشنه‌ای بگیر. از تو لوازم پیداش کردم ولی دست نخورده است. سنجاق تو بده. سنجاق چی؟ سنجاقی که رو موهاته. آها، سنجاق. باز شد. نجات پیدا کردیم؟ لعنتی بسته است. اینطور که معلومه بعد از رفتن قفلش کردن. خب الان باید چی کار کنیم؟ اصلا نمیدونم. فقط باید دعا کنیم یکی ما رو پیدا کنه. خیلی خوب، بلند شو. صبح بخیر آبجی جون. چی شده دوباره؟ انگار ناراحتی. نکنه برنامه‌ات اونجوری که می‌خواستی نشده. خب حق با توی آبجی جون. همه روزه برنامه میچینی که من و یامان و شبا چجوری با هم باشیم. آخر شب یامان میره همه شبا با خاله یوسف میگذرونه، اونم مراقبت از سحر. بعدش هم نصف شبی با هم میان خونه. خدا رو شکر که نگران یوسف بوده و خونش رو معاینه نکردن، وگرنه اون وقت میفهمیدن که تاثیر داروهایی بوده که من بهش دادم. همش داشتم به همین فکر میکردم. این دفعه یه فکری کردم کار سون. این بار مطمئنم موفق میشیم زحل. این خیلی واضحه که برنامه‌های تو به درد نمیخوره. از این به بعد این کارو بسپارش به من. این چرت و پرتا چیه که داری میگی؟ باشه، درسته که هنوز موفق نشدم، اما این دفعه یه نقشه خیلی خوب کشیدم. همه چیز به نفع ما میشه. این بار دیگه نمیتونه قصر در بره.
برنامه دیشبم به نفع خودمون میچرخونمش. من از این به بعد راهی که خودم فکر میکنم درسته رو میرم. آبجی جون. وای خدای من، علی یعنی کیراز آورده بیرون از کلانتری. نکنه که نجاتش داده و اونو برده داده به داداشش، یعنی همین کارو کرده. نه نه نه. حواست باشه بدون مشورت با من با کسی حرف نزنی. این خیلی مهمه. باشه عمو جون؟ بیا یه کمی آب پرتقال بخور. خودت هم بخور سر، تا الان هیچی نخوردی. زیا راست میگه سحر جون، تو هیچی نخوردی تا الان. دیشب ما هممون خیلی نگرانت بودیم. ببین هنوزم رنگت پریده است. نه من خوبم، حالم کاملا خوبه. دیروز خیلی کار کردی، هم تو رستوران هم تو خونه. کارتم خیلی سخته. تازه نگهداری از یوسفم. بایدم اینجوری ضعیف بشی. من خوب شدم. دکترم گفت جای نگرانی نیست. یکی از شاخه‌های از دست دادن شعور انسان روشی است که توسط روانشناسان توضیح داده شده که دلیل خونریزی‌های مغزی نیز هست. این یعنی چی؟ جناب سرهنگ؟ باشه دیگه سوال نمی‌کنم. یکی از شاخه‌های از دست دادن شعور انسان راهی است که توسط روانشناسان به دست اومده که دلیل خونریزی‌های مغزی نیز هست. ضعیف بودن. جواب تو بنویس و ساکت شو لطفاً. نوش جونت یکیه دونم. میره رنگی جدیدی که خریدیم با اینا نقاشی کنیم خاله. حتما نقاشی میکنیم عزیزم. تو راحت باش سر، راحت باش. تو صبونتو بخور، راحت باش، باید قوی بشی. من با یوسف نقاشی میکنم. بیا بریم کاپیتان یوسف، بریم. اوپا.
بریم دیگه. صبونتی که خودی میای نخالی؟ آره حتما میام عزیزم. همین که خوردم میام. نوش جونتون. بریم بدو. سحر جون تلفنتو جواب بده دیگه، شاید موضوع مهمی باشه. بله سلیم. حالت چطوره؟ سحر کجایی؟ نگرانتم. دیشب بعد از رفتن من مشکلی که برات پیش نیومد نه؟ نه چیز خاصی نیست. همه چی خوبه. راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم. امروز میشه یه کمی زودتر بیای؟ یعنی سفارشای زیادی گرفتیم. باشه سلیم. یه کمی زودتر میام. من باید برم رستوران. تو مهمترین روز زندگی یوسف رفتی، دیر اومدی، از خستگی زیاد بیهوش شدی، همه چی رو خراب کردی. وقتی یوسف تو رو با اون حالت دید، یوسف تو برو اتاقت، منم زود میام. دیگه بهت اجازه نمیدم یوسف رو بترسونی. لطفاً حد خودتو بشناس. این دختر که اصلا هیچی نخورد. نمیدونم میخواد با این حالش چه جوری کار کنه. من میرم باهاش حرف بزنم. سحر، من میدونم یامان از روی عصبانیت این حرفا رو گفته. تو نگران نباش. به خاطر خوبی خودت اینجوری گفته. به خاطر خراب شدن جشن تولد بود. یامان خیلی ناراحت شده بود. جشن تولد یوسفو میگم. در واقع یامان از تو دلخور نمیشه. وقتی قلب تو میشکنه خیلی ناراحت میشه، میدونم. اما یامان دیگه از کسی معذرت خواهی نمیکنه. ناراحتیش هم به کسی نمیگه. اون آدم مهربونیه، ولی خیلی رکه. اون لباسیو که برات خریده بود در واقع همون دلیل معذرت خواستنشه. لباس؟ یعنی معذرت خواهی کرده. همون لباسی که تو جشن پوشیدی خیلی بهت می اومد، خیلی زیاد. یامان خریده بود؟ آها.
قبلا اسمش آب بوده. آب، اصل نقره، آترینا، آتره نه الف، شروع کننده تسبیح، امام، روزنه امید، انجام دادن، یه طرح میکروسکوپی. خب این سوال جوابای زیادی داره، یعنی کدومشه؟ یکی از اسمای قدیم استانبول، آرسیتانه. این دیگه کیه؟ حتما جواب سوالا رو هم نوشته. این سوالا رو خودت جواب میدی؟ بدش ببینم. اگه میتونی این سوال رو جواب بده. تو مناطق آنادولی مرکزی یه نوع از سنگی که کاربرد زیادی داره اسمش چیه؟ اونیکس. یعنی اسمای دیگه ای هم داره اما تو چیستانه اونیکس استفاده میکنن. من از این نوع سنگ خیلی خوشم میاد. حتی یه روز تو نوشهر به خاطر همین سنگ با یه پسر دعوا کردم. اون پسر خیلی سمج بود. به نظرم مهمونه یکی از همسایه هامون بود. یه روز از مدرسه که برمیگشتم تو راه یه سنگ خوشگل و تخم مرغی پیدا کردم. ولی اون موقع نمیفهمیدم که اسمش اونیکسه. میخواستم برم بگیرمش ولی اون پسر زودتر از من اومد و گرفتش. خیلی اعصابم خورد شد، باهاش دعوا کردم. بعدش هم یه سنگ بزرگو برداشتم و زدم تو سرش. پس مرض داری. اصلا نفهمیدم چرا اینجوری شد. بعدن دیدم که از سرش داره خون میاد بیچاره. خیلی ترسیدم، گفتم چرا این کارو کردم. اصلا نفهمیدم چطوری تا خونه رفتم. اون پسرم دیگه هیچ وقت ندیدم. خب هیچ وقت یادم نمیره. رو سرش یه کلاه آبی رنگ داشت. شاید از من ترسیده بود. دیگه هیچ وقت ندیدمش. اون دختر؟ نفهمیدم. پس اون دختره که سرمو شکست تو بودی؟ دیگه بهت اجازه نمیدم که یوسفو بترسونی. باید حد خودتو بشناسی.
اومدم لباستو بهت پس بدم. جشن تولد یوسف به خاطر دیر اومدن من خراب شد. معذرت میخوام. تو فکر میکنی با پول هر کاریو میتونی بکنی. من حد خودمو میشناسم. اما یه چیزی رو خوب بدون. هر زخمی که باز شد با پول بسته نمیشه. وقتی مرخصی‌های زمستونی می اومده بودم پیش عمو عثمان. تو محله ما همه مردم درباره یه دختر بد اخلاق حرف می زدن. اینجا رو ببین. هنوزم جاش بین موهام مونده. آدم بزرگای قدیم میگفتن هر کاری تو کوچیکی بکنی وقتی بزرگ بشی عادتت میشه. باشه، قبول دارم. شاید خیلی شیطون بودم، اما اون قشنگترین سنگه بود که تو زندگیم دیده بودم. خب اگه از اینم بگذاریم، فکر کنم یه روز دماغ یه پسر رو شکسته بودی. پدرش اومده بود پیش عمو عثمان شکایت میکرد. اون حقش بود دیگه. با این حالت هنوزم داری میری رستوران کنار اون سلیم؟ هر کاری میخوای بکن. سوار شو. گفتم سوار شو. به خاطر یوسف میگم. سوار شو، هر جای بخوای برسونمت. حتما یه موضوع مهمیه. یامان آدمی نیست که واسه کسی هدیه بخره. یعنی چی شده که واسه سحر هدیه خریده؟ والا اون دختر خیلی زرنگ‌تر از این حرف است. هر کاری کرده تونسته دل یامان رو به دست بیاره. خب سحر چیزی داری که تو نداری آبجی جون. چرت و پرت نگو سهل. اون یه دختر ساده و دهاتیه، اون چی داره؟ اما همین دختر ساده و دهاتی رو هیچکی نمیتونه از این خونه بیرون کنه. حتی آدم بزرگ این خانواده که اسمش اقباله و خواهر منه. تو میفهمی که چی داری میگی؟ خواهرت آدمی نیست که به این راحتی یا باختو قبول کنه. من خیلی خوب میدونم که باید چی کار کنم. یامان به یه آدم فهمیده نیاز داره، کسی که بتونه دست اون دختر رو بگیره و از این خونه ببره. و من خیلی خوب میدونم که اون آدم کیه. خب اون کیه؟ نکنه صاحب اون رستوران کوچیکو میگی سلیم؟ درست حد زدی. تا جایی که من میدونم اون پسر عاشق و دل باخته یه سحره. باید هرچه زودتر کارمون رو شروع کنیم. آبجی،
این دختره به این خونه عادت کرده. فکر میکنی الان میره با اون صاحب رستوران عروسی میکنه؟ آره همینطوره. فرقی نمیکنه. همین که سلیم هر روز دور و بر سحر باشه و یامانم اونا رو ببینه برامون کافیه. حال روزش مثل کوثر خواهرش میشه. الو، سلام آقا سلیم. امروز من و یکی از دوستان به خاطر سفارش میایم رستوران شما. وقت که داریم؟ خیلی خوب، پس به امید دیدار. دیرم شده. گفته بودی هر جایی بخوای میرسونمت. غذا تو بخور. بله. من گرسنه نیستم، خیلی زحمت کشیدی. نمیخوای کسی بفهمه که گرسنه ای، اما بازم سعی کن یه کمی بخوری باشه. شما به گردن من خیلی حق دارین. من جونم و مدیون شما هستم. زندگیت امانت خدا پیش من بود و تو هم امانت یامان پیش من. من فقط سعی کردم از امانتم نگهداری کنم. الانم تو اینو بفهم که جونت پیش خودت امانت و کوفته هاتو بخور. آفرین. این چای خیلی خوش طعمه. چطوری دمش میکنی؟ راستش یکی از دوستام کارش حرف نداره. چایی درست میکنه برای ما میفرسته. بازم میخوای برات بیارم؟ نه خیلی ممنون. به
خاطر شماست که اینجا انقدر شلوغه. یه محیط خیلی خوبی ساختی. الان میفهمم که چرا سحر میخواد بیاد اینجا و دلبسته اینجاست. در واقع تا الان باید پیداش میشد. گفته بود امروز زود میام، اما فکر کنم مشکلی براش پیش اومده. به من گفت که همه چیز خوبه، اما سحر دیگه به این آسونی ها ابراز احساسات نمیکنه. راز خودشو به هیچکی نمیگه. دختر خیلی خوب و خوشگلیه، اما این واضحه که برای شما ارزش زیادی قائله. اولین روزی که بهم گفت میخواد اینجا کار کنه یادمه. خیلی خوشحال بود. از خوشحالی چشماش برق میزد. وقتی شما رو شناختم همون موقع فهمیدم که چرا سحر به این محیط و به شما دل بسته است. سحر خیلی دختر خوششانسیه. یعنی به خاطر یه دختر کسی هست که دوستش داشته باشه، کسی هست که هواشو داشته باشه، کسی که بهش نزدیک باشه. باور کنین این خیلی با ارزشه. وای خدای من، دوستم که در موردش بهتون گفته بودم پیام فرستاده. ما خیلی حرف زدیم. امروز براش یه کاری پیدا شده، نمیتونه بیاد. خب به هر حال من شماره شما رو واسش میفرستم، شما باهاش صحبت کنین باشه؟ خب دیگه با اجازهتون من میرم. روزتون خوش. روز خوش. خیلی دیر شده. الان دیگه میتونیم بریم؟ چاییت هنوز تموم نشده. نمیخورم، خیلی ممنون. قبلش باید بریم بیمارستان. باید خونتو معاینه کنیم. نیازی نیست، من حالم کاملا خوبه. باید برم سر کارم. میشنوم سلیم. چند دقیقه دیگه میرسم. با این حالت هیچ جایی نمیتونی بری. من حالم خوبه. مگه تو نمیخواستی کنار یوسف باشی؟ چه دلیلی داره که با این حالت بری اونجا؟ تو همه چیز داری. هر کسی تو این دنیا برای خودش مشکلی داره. راه حلش هم کار کردن و زحمت کشیدنه. منم به همین خاطر کار میکنم و از تو هم هیچ انتظاری ندارم. دستتون درد نکنه. کوفته ها خیلی خوشمزه بودن. میخواستم خیلی بیشتر باشم و باهاتون حرف بزنم، ولی باید برم. خواهش میکنم دخترم، روز خوبی داشته باشی.
برو ببین خاله یوسف چرا میخواد کار کنه.